عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی‌وجدان، جهان را با هم از زیبایی و زشتی برای یکدیگر ویرانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم که در همسایه صدها گرسنه چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم، نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم بر لبی پیمانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم یک عریان و لرزان دیگر پوشیده از صد جامه رنگین زمین و آسمان را واژگون مستانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم نه طاعت می پذیرفتم، نه گوش از بحر این بیدادگرها تیز کرده پاره پاره در کف زاهد نمایان صبحه و صدانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم برای خاطر تنها یک مجنون صحراگردی بیسامان هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو آواره و دیوانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان سراپای وجودی بی وفا معشوق را پروانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم به عرش کبریایی با همه صبر خدایی، تا که می دیدم عزیزی نابجای ناز بر یک ناروا گردیده خاری می فروشد. گردش این چرخ را وارونه بی صبرانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم مشوش عارف و عامی ز برق فتنه این علم عالمسوز مردم کش بجوز اندیشه عشاق و وفا معدوم هر فکر در این دنیای پر افسانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. چرا من جای او باشم؟ همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تاب تماشای تمام زشتکاری های این مخلوق را دارد، وگرنه من به جای او چو بودم یک نفس که عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. عجب صبر خدا دارد. شعر از معین کرمانشاهی.